нахуст назди кохи фарҳанги ноҳияи шаҳринав аз ҷониби ҷавонону наврасони касбомӯз намоиши ҳунарҳо доир гардид. ҳамин аст ки наврасону ҷавонони ноҳияи шаҳринав ҷавобан ба ғамхориҳои ҳукумати мамлакат тамоми саю талоши хешро ба донишандӯзӣ, интихоби касбу ҳунарҳои муосир, ободиву пешрафти сарзамини аҷдодӣ, ҳимояи ватан, рушди илму техника ва бунёдкорӣ равона сохтанд. баъдан дар кохи фарҳанг чорабинии фарҳангии фароғатии базми дониш бо иштироки васеъи ҷавонони фаъол ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи шаҳринав баргузор гардид. ضمن سخنرانی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی و شعبه معارف ناحیه قید نمودند که با شرافت کوشش و تلاش‌های سرور دولت سیاست دولتی جوانان به طور کامل تحریزی شده مرحله به مرحله در عمل تطبیق می‌گردد. این بخصوص در ناحیه شهرنو در سمت دانش اندوزی، مساعدت بر رشد مهارت و ملکه جوانان، آموزش زبان‌های خارجی، تکنولوژی کامپیوتری و اختصاص و هنرهای زمانوی بر اعلی احساس می‌گردد. با مقصد قدردانی آموزگاران و شاگردانی که در المپیادهای جمهوریوی، در المپیادهای نورسان منطقوی و آزمون‌های گوناگون از قبیل تاجیکستان وطن عزیز من و فروغ صبح دانایی کتاب است. اینچنین آزمون‌ها بخشیده به سال آبی تازه و تمام آن چاره‌بینی‌های فرهنگی که در سطح شعبه معارف و ناحیه دایر کرده می‌شوند با مقصد قدردانی محض همین غالبان انا همین بزم دانش دایر کرده می شود و باعث سرفرازی است که با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و سرپرستان امروز مهنت این استادان را قدر می کنند. همچنین در این چاره‌بینی از جانب نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی و شعبه معارف ناحیه و جوانانی که در المپیادهای ناحیوی، منطقوی و جمهوری اشتراک نمودند، جایهای نمایان را اشغال نمودند، دیپلم، مدال و تحفه‌های خاطروی سپرده شد. در آخر چاره‌بینی از طرف کارمندان شعبه فرهنگ نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی، خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، مکتب موسیقی و جوانان فعال کالج و لیسه‌های ناحیه شهرنو یک برنامه جالب و رنگین، صحنه‌های دیدنی، سرود و ترانه‌های وطن‌دوستانه پیشکش ساکنان این گوشه کشور گردانده شد. گزارش خورشید حلیمov صاحب نور عبدالرسولov از ناحیه شهرنو برای برنامه اطلاعاتی نوید.